من 5 وقت نمازم را در مسجد میخوانم، ولی در وقت نماز خفتن بعد از 2 رکعت خواندن باید من دعای قنوت خوانم، ولی افسوس میخورم که این دعا را نمیدانم. بابا جان، من سوره های زیادی را میدانم، خواهش میکنم که اگر دیگر سوره خوانم میشود در این مسئله به من روشنی اندازید. خوب دادر عزیز، بعد از فرض خفتن شما 2 رکعت اول سنت میخوانید، سنت خفتن. بعد از او 3 رکعت ویتر، این واجب است. نماز ویتر آنچه قول جمهور است و صحیح در مذهب ما واجب است. حکمش حکم فرض دارد از روی عمل، نه از روی اعتقاد. این 3 رکعت با 2 سلام، این با 2 قعده میخوانیم. 2 رکعت میخوانیم، میشینیم، التحیات میخوانیم، عبده و رسوله که گفتیم، الله اکبر گفته میخیزیم راست، باز اعوذ بالله بسم الله گفته الحمد میخوانیم، ثانی سوره قل هو الله میخوانیم. خوب کدام سوره خوانی فرق ندارد، شرط نیست قل هو الله خواندن. بعد اون که قل هو الله که تمام شد، الله اکبر گفته دست به گوش میبریم، ثانی باز زیر ناف میقفیم، ثانی بعد دعای قنوت میخوانیم، اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک. خوب اینا البته اکثر میدانند. اگر رفت فقها میگن کسی اینو نداند چی و من لم یحسن القنوت، اینو نمیداند چی گوید؟ فلیقل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. همین دعا را گویی میشود، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا. خوب اگر این هم نداند، بعضی فقها میگن فلیقل اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. خدایا گناهی من گذر، خدای 3 بار همه اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا گویدم دادر عزیز می شود. وقتی که شما این قدر سوره های از قرآن میدانید، یک دعای قنوت برای شما از یاد کردن مشکلی ندارد دادر عزیز. والله تو 1 هفته فکر کن، از یک کس نوشته گیر یاد میگیری، هم خودت فایده میکنی. این دعا معصور از رسول اکرم است، هم خدا خب با دلت آرام میگه. لیکن حفظ کردن نتانستی به خاطر پیری یا فراموش خاطری، انما اللهم اغفر لنا آرام خواه میشد. اما اللهم اغفر لیه که در آخری قاعده میخوانی، هوای هم خوانی میشه. من 5 وقت نمازم را در مسجد میخوانم، ولی در وقت نماز خفتن بعد از 2 رکعت خواندن باید من دعای